سلام علیکم خوانندگان عزیز. من امروز همراه شمایان از فن ادبیات در صنف دهم اوید به حیات و ایجادات جک لندن ویدیو درس نوبت را تماشا میکنیم. مرحمت. یکی از نمایندگان مشهور ادبیات امریکا، جک لندن، 12 ینور سال 1876 در سان فرانسیسکوی آمریکا تولد یافته است. او به حیات مستقلانه خیلی بر وقت قدم مانده، بسیار عذاب و مشقت ها کشیده است. بعدتر به دانشگاه کالیفرنیا داخل می شود، ولی بعد اندک مدت تحصیل را ترک می کند، چون که زندگی برای او دشوار بود. برای روز گذراندن او مجبور بود تحصیل را ترک کند. سال 1893 اولین بار به سفر بحری ساحل های ژاپن همچون متراس می برد. سال 1894 در کوچیدن بیکاران به واشنگتن اشتراک می کند. فعالیت ایجادی جک لندن سال 1893 با نوشتن یکی از آچر که در روزنامه های سان فرانسیسکو آغاز می یابد. نخستین حکایه های جک لندن سال 1899 با نام شمالی به چاپ رسیده. در سال 1900 کتاب حکایه هایش بچه گرگ نشر می شود. جک لندن عمر کوتاه دیده 22 نوامبر سال 1916 در سن 40 سالگی در گلن ایلن کالیفرنیا وفات کرده است. ایجادات جک لندن خیلی دامنه‌دار بوده. از میراث ادبی و بسیار اثرها به ما رسیده است. به مثال بچه گرگ، فرزندان سرما، دختری برف ها، شراره حیات، اودیسه شمالی، قصه درباره زمستان، آدمان زخمی مثل بحرنوردان قدیمی، باوری به انسان، دره طلایی، گلخن افروختن و دیگرها می باشد. جک لندن را در سراسر دنیا یک چند اثرها مشهور گردیده است که بهترین آنها رمان‌های گرگ بحری، مارتین ایدن و سه قلب می باشد. جک لندن گرچند عمر کوتاه دیده باشد هم در دوام فعالیت 16 ساله خود از خود میراثی بوی باقی مانده است و در دوام ایجادات خود 19 رمان، 18 مجموعه که عبارت از 152 حکایه می باشد، 3 پیسه و 8 اثر پوبلیسیستی نوشته است که را در قطار نویسندگان جهانی جای گردانیده است. یک از بهترین اثرهای جک لندن این رمان مارتین ایدن می باشد. نویسنده این اثر را همچون اثر اتوبیوگرافی نوشته است، چون که در این اثر حیات مؤلف و قهرمان اثر مارتین ایدن از بسیار جهت‌ها مانندی دارد. زیرا مؤلف مثل قهرمان اثر از عائله کم بضاعت بوده، با سعی و کوشش خودش به عالم ادبیات داخل می شود. در سیمای مارتین نویسنده قسمت‌های گوناگون زندگی، فعالیت ادبی خود را نمایان کرده است. در رمان مذکور مارتین روف نام دختری ثروتمند را از تحت دل دوست داشته، تمام حسن و ملاحت را در سیمای او می بیند و محض به خاطر این محبت بسیار چیزها را می آموزد، ولی در آخر پی می برد که نابرابری های اجتماعی بین قشرهای جامعه فاصله ایجاد می کند و درک می کند که در نتیجه محنت های پی در پی و صبر و متانت کسی می تواند به کار کامیاب شود. اثر دیگری مشهوری جک لندن این حکایه در تلاش حیات است. در تلاش حیات نیز اثر خواندنی باب جهانی بوده. در آن اراده قوی داشتن انسان تصویر گردیده است. در سیمای قهرمان اثر نویسنده کوشیده است که در مقابل هر گونه مشکل ها تا باور بودن انسان را نشان دهد. قهرمان حکایه شخصی است که از همراه خود جدا شده میماند و هر جا که رود بیل گویان وی را جستجو می کند، اما یافتن او برایش دست نمی دهد مگر وقتی که استخوان‌ها
و خلطچی تنگاهی طلا داشتهش را پیدا میکند. مؤلف در این حکایه احتیاطکاری و صرفه‌کاری انسان را در مثالی 67 دانه‌چی گوگرد که گشته و برگشته شماریده در 3 بسته گذاشته پنهان کرده می شود نشان داده است. با وجود آنکه گرسنگی نهایت از پای افکنده است، مدار راهروی ندارد. معده و عصب‌هایش کرخ شده دیگر حتی گرسنگی را حس نمی کند و می داند که تا مرگ یک قدم راه است. باز هم با دشمن خود سر نمی فرورد. طعمه شدن برایش نفرت آور است. چنانکه در اثر آورده شده است، اکنون او نه از آن ترس داشت که از بیخوراکی از گرسنگی می مرد، بلکه از آن می ترسید که پیش از اینکه آخرین شراره اشتیاقمند حیات در هستی او از گرسنگی خاموش گردد، طعمه در رندگان خواهد شد. او هنگام نبرد با گرگی بیمار در خود نیروی باطنی پیدا کرده توانست از بالای آن غالب آید. خوانندگان عزیز، همراه شمایان درباره حیات و فعالیت ایجادی جک لندن از نزدیک شناس شدیم. امید میکنم که برای خود معلوماتی ضروری را دسترس کردید. تا درس‌های آینده سلامت شوید.